زنی خودانوترس و گپگردان به شوهر. السلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. از خدا بیترس. واقعه و قصه شده و حقیقتناک. در عائله با تقوا یک دختر با نام نظیره کلین شده فرامد و تقوا را از این عائله آهسته آهسته یاد می گرفت. از بین چند روزی گذشت، شه بچه در بالای جای نماز ناخن پایش را می گرفت و همسرش او را دید و همین ناخن پایتان را در حمام می گرفتید نمیشد گفت و در بلا گرفتار شد. شه بچه باشد پایهایم تازه هست، حوض طهارت کرده آمدم. بعدی برای به شوهرت عقل یاد دادن از خدا بیترس، گفت این شه بچه. ناخنش را گرفتند، دستش را هم نشست و در بالای میز کرسی نشست و بینیش را کافته در تگ میز تازه کرد و کتابش را ورق میزد. کلین باز گفت دستتان را نشستید و بینیتان را کافتید. از خدا بیترس، حق نداری که به من عقل آموزی، گفت شه بچه. نظیره هر بار بیمار میشد شوهرش او را چیز و چارش را جمع کرده به خانه پدرش، یعنی به خانه پدر دختر روان میکرد و با همین روز تبش بالا شد. این جوان گفت آماده شو، خانه پدرت میروی. نظیره گفت من را نگاه کردن و طبابت گرفتن وظیفه شما نیست؟ آخر حامله دارم، در شکمم فرزند شما را برداشت کرده گشتم. برای چی هر بار به خانه پدرم رفتنم در کار، گفته کلین سوال داد. جوان گفت از خدا بیترس، چی حق داری که به شوهرت روی راست نگاه کنی؟ با تو چند بار گفتم فاتحه را خوانده به خودت دم انداز و به همین دیگر بیمار نمیشوی. وقتی گفته هایم را نکنی البته به خانه پدرت میروی. عقل یاد دادن آسان هست اگر انسان به کاری که خودش عمل نکند به دیگر گوید، گویا که به هوا گفت و ماند. شوهر نظیره هم گپ میزد و عمل نمیکرد. بیمار شاید به خودش فاتحه را خوانده دم نمیداخت، زود به بیمارخانه میرفت، اما برای بدنش عقل آموختن در جای اول بود. نظیره همین طور عمر گذراند، 4 فرزنددار شد. روز از روزها غضب نظیره آمد و در حالت قهر و غضب به شوهرش گفت خدا جزایت دهد. پاره‌خور به شوهرش این سخنها سخت رسید و نظیره را لطوکوب کرد و جراحت برداشت و در بیمارخانه خوابیده شد. شفاکاران این کاری بد اخلاق را که کردنش را پرسید. در همین وقت تلفن نظیره زنگ شد، یعنی از سوی شوهرش پیامک داده است، یعنی که SMS. شوهرش چنین نوشته است من را نگو، از خدا بیترس، شرم نمیداری که شوهرت را میفروشی. خب دوستان عزیز، همین طور قصه های هست و چنین مردانی است که فقط برای زنهای خود، برای همسران خود عقل می آموزند اما خودشان عمل نمی کنند. خدا نگهبان.